خب، سلام و درود بر همه عزیزان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عرضم به حضور شما، اینجا دوره هم بودیم، گفتیم بریم عرضم به حضور شما شعری با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند روز پیش شعر در واقع سرآغاز خسرو و شیرین رو آوردم. خیلی زیبا بود. گفتم که با هم بخونیمش. چقدر زیباست واقعا، یعنی صفا کنیم. واقعا نظامی عرضم به حضور شما ببینید چه کرده. عرضم به حضور شما مختصری هم در رابطه با نظامی که حالا خیلی واقعا مهم نیست، من تاریخ و ایناشو نمیدونم، میتونید برید بخونید. ولی خمسه در واقع 5 دفتر داره: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، شرفنامه بخش اول، اسکندرنامه بخش دوم، خردنامه و مخزن الاسرار. لیلی و مجنونش هم که خب خیلی معروفه، خسرو و شیرینش هم معروفه. خلاصه میریم سراغ خسرو و شیرین، سرآغاز دفتر. خیلی زیباست. من حالا فردوسی هم سرآغازش رو میخونم اگه بشه انشالله. همینطور سعدی برای گلستانش رو خوندیم فکر کنم، برای بوستانش هم حالا نمیدونم داره نداره، ولی واقعا زیباست. این نظامی ببین چی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا یه حالت دعا و اینا هم داره، یعنی میتونیم اصلا بخونیم و صفا کنیم. و آقا برو که رفتیم. سخن کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. نظامی خمسه، خسرو و شیرین، بخش یک، سرآغاز. خداوندا در توفیق بگشای، نظامی را ره تحقیق بنمای. دلی ده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. مده ناخوب را بر خاطرم راه، بدار از ناپسندم دست کوتاه. درونم را به نور خود برافروز، زبانم را ثنای خود درآموز. به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. و حضرت داوود هم که عرضم به حضور شما میدونید در واقع خیلی شعرهای زیبایی میخونده و که تو قرآن که خدا میگه که ای کوه ها با داوود هم نوا بشید. و چیزی که حالا جالبه، الان هم کتاب زبور هستش. حالا نمیدونم به عبری چه اسمی بهش میگن، تعالیم هم چی چیزایی. بعد که نمازی هم که اونا میخونن، ما دوست داشتیم نمازی هم که اونا میخونن در واقع یه بخشی از کتاب زبوره و خیلی زیبا. یعنی ما هم باید بریم بخونیم. یعنی ما چرا این کتابا رو نمیخونیم؟ هم کتاب انجیل رو باید بخونیم، هم کتاب زبور رو. خیلی واقعا اینا زیباست و اینا رو که بخونید تازه میفهمید که یعنی چی میگن، میفهمید که واقعا چقدر اسلام دین کامل و جامعه. کما که توی اون کتابا میبینید چقدر واضح اشاره هایی که به پیامبر میشه. یعنی اصلا حالا این وسط توی صحبت پیش اومد، ولی من خودم واقعا حالا اخیرا اینو خوندم. یعنی خب خیلی نشانه ها بود که مثلا حضرت عیسی میگه بعد از من یکی میاد، توی همین کتاب در واقع جان، The Book of John، و میگه که بعد از من یکی میاد، من اگه میرم وارد شما خوبه، چون اگه من نرم اون شخص نمیاد. و میگه ادوکیت یا وکیل یا اینکه تسکین دهنده، که به زبان یونانی است پاراکلیتوس، به معنی محمد. و یه چیز خیلی جالب که توی تورات بود، من اینو خوندم اخیراً که اصلا شاخ در آوردم. یعنی در واقع گفتم که این کجا بود که ما تا الان ندیده بودیم و چرا اونا اینو نمیبینن. که در واقع توی تورات، حالا یه ویدیوی جدایی ایشالله خدا بخواد بعد واقعا برای این درست کرد، که توی تورات میگه که کتاب رو به شخصی خواهیم داد که خوندن و نوشتن نمیدونه، unlettered، و بهش میگیم که بخون و میگه که من خوندن بلد نیستم. این عین این متنی که گفتم توی کتاب تورات هست.
و حالا شما ببینید داستان پیامبر بخونید، اونجایی که در واقع جبرئیل میاد به پیامبر نازل میشه و میگه اقرا، و میگه که من خواندن نمیدونم. و خیلی حالا نشانهای زیاد دیگه از جمله اینکه در واقع اینا در واقع همشون از چه تورات و اینا توی جایی به نام جبل فاران، چون که توی همون کتاب تورات در واقع همون انجیل قدیم تورات دیگه، ببخشید عهد قدیم، چون عهد قدیم و عهد جدید جفتش با هم میشه انجیل. اون عهد قدیم در واقع توراتی که حالا مسیحا میگن ما به اون اعتقاد. باز دوباره توی تورات در واقع، تو انجیل هم خیلی زیاده اشاره میشه، ولی توی اون تورات میگه که 3 بار خداوند در واقع جلوه کرد. یک بار در تور سینا، یک بار در سعیر و یک بار در جبل فاران، که جبل فاران کجا بوده؟ مکه، حجاز. و اونا و هم کلمه مکه هم هست توی که در واقع میگه توی دره های مکه اونا رو میبینی که با شمشیر دارن میرن، شمشیر دولبه، دابل اج سورد، که میگه با شمشیر دولبه میبینی اونا رو که دارن میرن. اینا خیلی داستانه زیادی که در واقع عرضم به حضور شما همه اون کارهایی که در واقع پیامبر کرده و اینا توی اون کتابا هست. و عرضم به حضور شما یعنی باید برید بخونید، اصلا حیفه که واقعا ما کتاب زبور و اینا توی مثلا کشور اینا نمیخونیم و یه جورایی نیست، اصلا من خیلی پیدا نکردم حتی درست و درمون. و همینطور انجیل. و عرضم به حضور شما واقعا اینا رو باید بخونید. و چقدر هم زیبا بود اون بخشایی از زبور که در واقع اونا برای نماز میخونن به نام دعای عشره، که میگه در واقع عشره یعنی، حالا من معنیش رو یه بار سعی کردم حفظ کنم اینا نتونستم، طولانی بود، عبری بود. و که میگه در واقع خوشا به حال اونهایی که به تو مربوطن، مثل همین شعرهایی که حافظ و ایناست که در واقع داره میخونه. و حالا یه بخشی هم هست از اشعار سلیمان، حضرت سلیمان، که اونجا اصلا به اسم محمدیم اشاره میکنه، به اسم پیامبر. و خیلی جالبه که اصلا میگیم توی این شعرها میگن آقا شیرین لبان، مثلا شیرین دهنان، ما میگیم که آقا این مثلا کلمه ها چی منظورش، مثلا یه زنی بوده شد. حضرت سلیمان تو شعراش دقیقا همین حرف رو میزنه و در واقع همین کلمه‌ای که میگه و همه وجودم محمدی هم در واقع چیزی که ترجمه میکنن اینه که سراسر وجودش، سراسر دهنش قنده و شکر. و در واقع همینه دیگه، در واقع میگم به قولی شکر اصلی، یعنی این حرفای زیبایی که آدم میشنوه روحش در واقع مثل اینه که شیرینی داره میخوره و روحش روش میکنه. و منظور اینا خلاصه همه اینجوری بوده. خلاصه جالب بود، یعنی واقعا اینا رو باید بخونه. من خودم میگم مثلا در همین حدی که الان گفتم اطلاع دارم، ولی واقعا دوست دارم که بخونم، ولی اگه پیدا کنم متنشو میخونیم آقا دوره هم. خلاصه این هم در واقع نظامی داره میگه که این کتاب منم چون حالت شعر و اینا داره، میگه که مثل زبور در واقع اونو قرار بده، یعنی مثل داوود، که صدای خیلی زیبایی هم حضرت داوود داشت. حالا این باشه. خلاصه یه میان صحبتی پیش اومد اینا. میگه به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. عروسی را که پروردم به جانش، مبارک روی گردان در جهانش. چنان که از خواندنش فرخ شود رای، ز مشک افشاندنش خلخ شود جای. خلخ هم من سرچ کردم، یه اسم یه شهریه که از اونجا مثلا مشک و اینا می آوردن و خیلی آدمایی که توی اون شهر زندگی میکردن مثلا خیلی زیبا بودن و خیلی خوش اخلاق و اینا بودن، که میگه که خلاصه مثل اون شهر خلخ بشه. میگه چنان که از خواندنش فرخ شود رای هم که یعنی این رأی و نظر، ز مشک افشاندنش خلخ شود جای. سوادش دیده را پر نور دارد، سماعش مغز را معمور دارد. سوادش هم که در واقع سیاهیش، میگه این سیاهیای در واقع قلمو که میبینن، این سیاهی چشمو پر نور کنه، و سماعش هم در واقع استماع و
شنیدنش مغز رو آباد کنه. سوادش دیده را پر نور دارد، سماعش مغز را معمور دارد. مفرح نامه دلهاش خوانند. به به، واقعا هم همین شد، همین شده. ببینید چند سال پیش این شعر گفته، چون 500 سال پیش، 600 سال پیش. الان ما میخونیم صفا میکنیم. چیه واقعا این راز؟ کل حرف شاید مولانا و حافظ و اینا اینه که آقا اینو بچسبید. ببینید اینا به چه سرزمینی رسیدن که حرفشون هیچ وقت کهنه نمیشه و همیشه زنده است. به یه سرزمین در واقع جاودانی رسیدن تو همین دنیا. یعنی ما هم باید به اون چی میگم، به اون سرزمین برسیم، حالا به تقلید یا به هر چیزی. عرضم به حضور شما که حالا بریم جلو. داستانا زیاده. یه داستانی از مثنوی افتادم که یه بار خونده بودم، خیلی داستان عجیب و جالبی بود. و داستانه این بود که یه نفر توی شهر میاد و میگه که آقا من شترمو گم کردم. بعد این هی میره آقا این ور رو میگرده، بعد میره اون ور، داشته همه جا رو میگرده و اینا. بعد خلاصه میگه آقا این مثلا اینجا بوده، میره خلاصه میره تو صحرا و توی این اثنا یه نفر دیگه با خودش میگه که ای آقا این داره هر کی یه نشونی به این میده. مثلا یکی میگه آقا این رفت از اون ور، این رفت از این ور، من اصلا اینو ندیده بودم قبلا. میگه آقا بیا منم الکی ادای اینو در بیارم، بگم که آقا منم شترم گم شده. آقا اینم شروع میکنه منم شترم گم شده. خلاصه به اینا آدرس میدن. اینم خلاصه به همراه اون، این اصلا حالا شتری نداشته، این به همراه که شترش گم کرده بوده میره تو صحرا. این اون مرده که در واقع دنبال شترش بوده، اون مرد اولیه، شترش رو پیدا میکنه. اینم یه شتر پیدا میکنه. و حالا مولانا میخواد بگه که مثلا توی مرحله اول تقلیده، ما مثلا تقلید میکنیم مثلا که آقا مثلا چون پیامبر میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونجور که میبینید من دارم نماز میکنم شما هم نماز میکنید. خب این مرحله اولشه. ولی نکته اینه که دوباره پیامبر میگه در واقع میدونیم که توی اصول دین، توی اون فهم اون حقایق دین، تو نمیتونی تقلید کنی. تو نمیتونی بگی که آقا من به قیامت اعتقاد دارم چون مثلا این مرجع تقلید میگه که من اعتقاد دارم یا باید اعتقاد داشته باشی. این اصلا تو نمیتونی تقلید کنی. خودت باید به این نتیجه برسی توی اصول دین، مثل توحید و در واقع اینکه خدا یکیه. تو باید به این نتیجه برسی، تو نمیتونی به تقلید کنی. ولی راهش از تقلید آغاز میشه. و یه داستان زیبای دیگه که حالا میشه بگی راجع به این تقلید و اینا، مثلا که مولانا میگه حالا یه جورایی در واقع داستان عقل و در واقع عشق، که داستان در واقع اون افرادی رو مثال میزنه که اینا چیز میکردن، میرن توی در واقع دنبال میخواستن آهو بگیرن، شکار در واقع مشک ختن، مشک آهوی ختن. و میگه که اینا اول مثلا با رد و پای اون آهوه رو دنبال میکنن، مثلا ببینن که آقا کجا ببخشید مثلا چون پشکل و اینا ریخته، مثلا میرن آقا اینا رو بو میکنن، میگه ای این مثلا تازه است پس اینجا بوده، مثلا ای این بر رفته، مثلا اینا رو بو میکنن و در واقع با یه سری منطقا میگه ای آقا اینجا مثلا جای پای ای علفا رو خورده. با یه سری منطق و بو کردن مثلا اینجور چیزا که شاید چیز نباشه، میرن جلو و وقتی که نزدیک میشن به اون محلی که حالا اون آهوی ختن هست، دیگه اون عطر اون مشک ختن که به مشام اینا میرسه، اینا دیگه اون بوها رو دنبال میکنن. دیگه اصلا نیاز نیست حالا ببینن که آقا اینجا چه پشکل ریخته یا نریخته یا مثلا چیز دیگه، منطق و اینا اصلا کار نمیکنه. اونجا دیگه با بوی اون مشک آهوی ختن در واقع اینا دنبال میکنن هر چه که ببینن آقا بود قوی تر میشه و فلان. و میگه داستان هم اینه، یعنی شما شاید توی مرحله اول بخواید تقلیدی سری کارا رو انجام بدید، ولی دلسرد نباشید چون یه مسیریه که در واقع شما دارید میرید تا به اون عطرها بهتون برسه و اون موقع است که دیگه اون عطرها شما رو میکشونه.
و حالا به این سرزمینی که در واقع اینا رسیدن. حالا اینجا هم تو این شعر جورایی میگه نسیمی که از عنایت گورم. خلاصه عرضم به حضور شما تو این داستان این وسطا به ذهن من رسید گفتم بگم، جالبه. خلاصه میگه چنان که از خواندنش فرخ شود رای، ز مشک افشاندنش خلخ شود جای. سوادش دیده را پرنور دارد، سماعش مغز را معمور دارد. مفرح نامه دلهاش خوانند، کلید بند مشکلهاش دانند. معانی را بدو ده سربلندی، سعادت را بدو کن نقش بندی. به چشم شاه شیرین کن جمالش، که خود بر نام شیرین است فالش. خسرو شیرین. نسیمی از عنایت یار او کن، ز فیضت قطره‌ای در کار او کن. واقعا اشاره که این یعنی دعای ما باید این باشه. چو فیاض عنایت کرد یاری، بیار ای کان معنی تا چه داری. به. حالا این چیزی که ما میگیم عنایت و اینجور چیزا توی فرهنگ مسیحی اینجوری که من فهمیدم اینا همون روح القدس و من فکرم روح القدس مثلا همون جبرئیل، کما که حالا اونم هست، ولی کلا هر زمانی که یه معنی ویژه‌ای به یه فردی میرسه و یه حقیقتی در واقع تایید میشه، اینا از جانب روح القدس میدونن و میدونن که یعنی روح القدس یه چیزیه که همراه با انسان هست، در واقع پیام وحی برای همه یه جورایی. حالا حواریون، حالا تا این حدی که من فهمیدم. حالا بماند که میگن آقا اینم خداه و فلان، یعنی یه ذره قاطی کردن این چند تا موضوع. ولی خلاصه میخوام میگم این در واقع توی اون فرهنگ هم هست، توی فرهنگ ما هم در واقع همون اون باد صبا در واقع اسمش میگم. خلاصه حالا میریم جلو، میره در بسم در واقع توحید. خیلی زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. تعالی الله یکی بی مثل و مانند، که خوانندش خداوندان خداوند. فلک بر پایدار و انجم افروز، خرد را بی میانجی حکمت آموز. همه اینا هم در واقع ترجمه آیات قرآنه، یعنی هر کدوم اینا که داره میگه یه آیه قرآن من میتونم مثلا بگم که این داره به اون اشاره میکنه و شما حالا حتما قرآن اینا خوندید متوجه هستید که داره به هر آیه ها اشاره میکنه. یعنی واقعا یه جورایی آدم اگه اینو بخونه مثل اینه که قرآن خونده. چه شعرهای حالا نظامی، چه حافظ، مولانا، سعدی، یعنی واقعا همشون اصلا غرق در اینجور چیزا بودن و ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که در سینه. خلاصه ماجرا خیلی جالبه و واقعیت اینه که انسان وقتی درونش از یه چیزی پر بشه، در واقع از کوزه همان برون تراود که دروست. اگه ما روزمونو یعنی ما باید ببینیم اون حرفایی که یه نفر داره میزنه میتونی بفهمی که درونش چیه. حالا یه چیز جالبی میگن که اگه میخوای یه نفر رو بشناسی نیاز نیست ببینی که دیگران راجع به اون فرد چی میگن، بهتر اینه که بره ببینی اون فرد راجع به دیگران چی میگه. اون موقع میتونی بفهمی که اون آدم چی کار است. چون که تو درونت وقتی هر چیزی باشه، اگه درونت خوبی باشه خوبی تو دیگران میبینی، اگه درونت یه صفت بدی باشه اون صفت بد رو تو دیگران میبینی. کما اینکه مولانا هم حالا یه داستان خیلی زیبایی رو در این رابطه میگه، حالا چندین داستان خیلی زیبا، و خلاصه میگه این صفت در وی ز عکس جرم توست، باید این خو را ز طبع خویش شست. و خلاصه چرا که ببینید مثلا خود انسان هم توجه کنید، شما مثلا یه نفر آقا تو کار مثلا کفش، یه نفر تو کار چاپ و این چیزاست،
اونی که مثلا تو کار کفشه وقتی یه نفر رو میبینه نگاه میکنه که ای آقا مثلا این چه کفشای خاصی مثلا پوشیده، شاید هزار تا چیز دیگه هم مثلا داشته باشه، توجه خیلی بهمون نکنه. یا نفر تو کار چاپه میگه که ای بل مثلا آقا این لباسشو مثلا چه جوری چاپ کرد، اصلا شاید به کفش اون فرد توجه نکنه. و ما هم وقتی اون حالا یه نفر رو میبینیم با خودمون میگیم که ارزم به حضور شما حالا اون چیزی که درون خودمون داریم و توی اون فرد میبینیم. اگه صفت بدی داریم میگیم به آقا این مثلا عجب آدمی، مثلا چون تند حرف میزنه مثلا با چون زیر دستاش. بعد حالا میبینیم که خودمون هم مثلا با خانواده‌مون یا حالا با کسایی که راحتیم باشون میبینیم بد حرف میزنیم اگه دقت کنیم. خلاصه دیگران مثل یه آینه ای هستن که در واقع ما رو به خودمون نشون میده. در واقع دنیا، حالا اگه بخوایم بالاتر بریم، دنیا مثل یه آینه ایه که درون ما رو به خود ما نشون میده و این از یه جهتی خیلی خوبه، یعنی کار رو آسون میکنه. یعنی ما اگه درون رو تغییر بدیم بیرون تغییر میکنه. اگه ما درونمون رو پاک کنیم، سلامت کنیم، بیرون سلامت میشه. و یه داستانی رو مولانا میگه که خیلی مثال جالبیه. یه مثال کوزه میگه، مثل یه کوزه‌ای که در یه دریاییه. کف دریا چیه؟ شن. بالای دریا چیه؟ هوا. میگه اگه یه کوزه رو تو از شن پر کنی، چون کف دریا شن هست، این کوزه تپ میره میچسبه به کف دریا. ولی اگه از هوا پر کنی، چون بالا هواه، این میاد روی آب. حالا شما اینو گسترشش بدید. اگه یه کوزه ای رو از خوبی پر کنی میره به سمت خوبی، میچسبه به خوبی. اگه از چه میدونم ثروت پر کنی میره به سمت ثروت. اگه از فقر پر کنی میره به سمت، اگه به سمت اتفاقای خوب پر کنی، اگه به چیزای خوب توجه کنی، چیزای خوب پرش کنی، میره به سمت چیزای خوب. یعنی به همین سادگی اگه از خاطرات خوبی که داری پرش کنی میره به سمت خاطرات خوب. اگه از حسرت پرش کنی میره به سمت حسرت. یعنی این کوزه در واقع خیلی کلیت داره و خیلی باید ما مراقب باشیم که چی وارد این کوزه داریم میکنیم. ورودی کوزه چیه؟ چشم ما، گوش ما و در واقع این کوزه جانمون که با اونا چیز میشه. همونجور که آقا مولانا میگه آقا یه غذایی رو میندازی جلوی یه سگ، اول بو میکنه بعد میخوره. چجوریه که شما یه غذایی که به روحتون میخوان بدن بدون توجه اونو میخورید؟ حالا یه جورایی الان هم خیلی اینه دیگه آقا، شما این اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی یا اخبار رو شما ببینید دیگه، این وقتی وجودتون از اینا پر میشه این چیزا بیشتر شما میرید به سمت اینجور چیزا و خیلی باید مراقب باشید. یعنی واقعا اصلا یه مدت امتحان کنید، اینا رو قطع کنید، چیزایی که دوست دارید رو توجه بهش بکنید، ببینید که چقدر حالتون عوض میشه، چقدر دنیای بیرونتون عوض میشه. یعنی کار عملی، یعنی همین الان امتحان کنید، همین فردا مثلا نتیجهشو ببینید. یعنی چیزی نمیگم که تست نشه کرد، همین درجا شروع کنید آقا، شوک گذاری کنید، ببینید چقدر حالتون خوب میشه. اما به هر حال نکته اینه که یه زمانی نیاز داره که در واقع یه تا این در واقع آبی که توی این کوزه وجودمون هست پاک بشه. یه داستانی رو مولانا تعریف میکنه خیلی قشنگه به نظرم. داستانش اینه که میگه وجود انسان در واقع داره میگه روح انسان، میگه مثل یه چشمه‌ای میمونه، مثل یه دریاچه‌ای میمونه، دریاچه کوچیکی وسط یه باغ، وسط یه جنگل، که رودخونه‌های مختلفی به این دریاچه دارن وارد میشن، مثل یه حوض وسط یه باغ. مثلا چندین تا رودخونه دارن به این در واقع حوضی که اینجا هست وارد میشه. حالا یه رودخونه باهاش چه میدونم خاک میاد، یه رودخونه باهاش برگ خشک و این چیزا میاد. هی خلاصه آتشخال از این ور اون ور وارد این میشه، حالا چیزای مختلف، و آب این حوض گلالوده، آب این حوض تمیز نیست. مولانا میگه که شما کافیه که چیکار کنید و در مرحله اول این ورودی ها رو ببندید. حالا اگه یه چشمه پاکی داره وارد این رودخونه میشه، حالا اونو میتونید بذارید.
ولی ورودی ها رو ببندید و نگران نباشید. چرا؟ چون که درون این حوض یه چشمه‌ای وجود داره و اون چشمه در واقع هر لحظه داره میجوشه از درون، این آب خالص. و میگه که شما وقتی این ورودی ها رو میبندید، بعد یه مدت همینجور که میگذره میبینید که این آب زلال و پاک شد. و یعنی یه زمانی کوتاهی رو میبره تا در واقع این آب چی میگن بای دیفالت اون در واقع اون تنظیمات اولیش تمیز و خوب بشه. ولی همین الان اگه شروع کنید، همین الان تست کنید، همین الان شما استوب کنید مثلا اینو و بشینید و شکر کنید. بگید خدای شکرت به خاطر این انگشتایی که من دارم اینجوری میتونم تکونشون بدم، خدای شکرت به خاطر ابرویی که دارم، مویی که دارم، چشمی که دارم، آقا این لپتاپی که دارم، گوش دارم میشنوم، میفهمم، حرف میزنم، عزیزانی که دارم، آقا چه میدونم یه لقمه نونی داریم، سلامتی که دارم. همینجوری شروع کنید به شکر کردن و اصلا اینو شوخی نگیرید. یعنی این شکر گذاری واقعا انقدر ساده است و ما همیشه گول سادگی شکر گذاری رو میخوریم. فکر کنیم خب این یه ساده است، چه دردی میخوره. ولی همین الان اینو تست کنید که ببینید چقدر حالتون رو خوب میکنه. و این حال خوب چیزیه که واقعا مثلا آدم میبینه، حالا یا اینجا یا فرهنگای دیگه، فرهنگایی که هست، یعنی در واقع فرهنگ الان که میگن یعنی هی شما رو فکر میکنم مثلا باید یه چیزی داشته باشید، باید شما پولی داشته باشید، فلان چیزو بخرید یا فلان چیزو بخرید که شاد بشید. این مسیر اشتباهی رو هی نشون میدن، حالا به خاطر اینکه 4 تا جنس بفروشن اینا و اینو به عنوان شادی معرفی میکنن، ولی هیچ ربطی به شادی نداره واقعا. یعنی اگر یه نفر شما یه ساده ای رو بخره یا حتی نخره ولی شکرگزار باشه و خوشحال باشه، اون حسی که اون فرد داره هیچ فرقی نداره با شما اون فردی که یه کشتی کروز مثلا میخره و شکرگزار نیست، که اصلا حالش بده. اگرم شکرگزار باشه و حالش خوب باشه، حالش خیلی بهتر از شما نیست. همون حال خوبی که شما از خریدن یه پراید به دست میارید و وقتی که شکر گذارید، همون حس خوبه، یعنی همون حس خوب هیچ فرقی نداره واقعا. همون حس خوبو اون فردی داره که یه رولز مثلا میخره و شکر گذاره، همون حس خوبو اون داره. پس دیدید چقدر نزدیک این داستان، همین بغل شماست. پس شکرگزار باشید و اون حس خوبی که دنبالش همه عالم هست و همین الان به دست بیارید. همین الان نقد هم هست، در واقع نسیه تو کار این بزرگان. میگه که تو شنیدی تو نمیدونم نسیه ز قرص ماه تابنده، همین الان داره میتابه، همین الان تست کن، همین الان جوابشو ببین، صفا کن. خلاصه ماجرا میخوام بگم که حالا اگه باز بالاتر بیایم درونمون رو از این چیزهایی پر کنیم که این بزرگان در واقع مثل سعدی و حافظ درونشون رو از اونها پر کرده بودن، همچین شعرهایی در واقع به دست میاد. حالا ما هم در واقع میخوایم اگه خدا بخواد درونمون رو پر کنیم از این شعرهای زیبا تا در واقع از کوزه همون برون به تراوت که در اوست و حالمون خلاصه خوب بشه انشاءالله. آمین یا رب العالمین. و خلاصه میخوام بگم که اینا وجودشون پر از این اشعار بوده و خیلی زیباست که توی یک شعر ساده همه اینا رو با هم دیگه میارن. آقا بریم سراغ شعر. میگه به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. تعالی الله یکی بی مثل و مانند، که خوانندش خداوندان خداوند. فلک بر پایدار و انجم افروز، خرد را بی میانجی حکمت آموز. جواهر بخش فکرتهای باریک، به روز آرنده شبهای تاریک. غم و شادی نگار و بیم و امید، شب و روز آفرین و ماه و خورشید. نگهدارنده بالا و پستی، گوا بر هستی او جمله هستی. وجودش بر همه موجود قاهر، نشانش بر همه بیننده ظاهر. کواکب را به قدرت کارفرمای، طبایع را به صنعت گوهرآرای.
مراد دیده باریک بینان، انیس خاطر خلوت نشینان. خداوندی که چون نامش بخوانی، نیابی در جوابش لن ترانی. این هم اشاره به اون داستان حضرت موسی است که به کوه سینا میره، به طور سینا، و در واقع درخواست میکنن ازش که آقا خدا رو به ما نشون بده. بعد میگه بابا نمیشه که، چجوری؟ میگه حالا دیگه بعد نشون. میگه آقا باشه بریم. میرن اونجا به طور سینا و خدا به در واقع حضرت موسی به خدا میگه که ارنی، خودتو به من نشون بده، و خدا بهش میگه که لن ترانی، یعنی هرگز منو نخواهید. ولی یه جلوه میگه، من یه جلوه میکنم به این کوه، و خدا جلوه میکنه و اون کوه و همه اونایی که با حضرت موسی بودن قش میکنن و میمیرن. و خدا بعد حضرت موسی دعا میکنه خدا اینا رو مثلا زنده کن که من خلاصه چی بگم، مثلا یه جوابی داشته باشم و اینا. و خدا اونا رو زنده میکنه. بعدش هم اونا دوباره باز ایمان نمیارن دیگه، بماندونش. ولی حالا در این عرضم به حضور شما، حالا یه شعری هم حافظ اگه اشتباه نکنم داره، این که چو رسی به طور سینا، ارنی مگوی و بگذر، که جواب لن ترانی نیرزد این تمنا. بعد یکی دیگه از شاعران میاد در جواب این شعر حافظ میگه که چو رسی به طور سینا، ارنی بگوی و مگذر، تو جواب دوست بشنو، چه ارا چه لن ترانی. و خیلی زیبا. خلاصه اشاره به اون میکنه خداوندی که چون نامش بخوانی، نیابی در جوابش لن ترانی. چه واسه همون لن ترانی هم که میگه در واقع انگار که دیدهش دیگه یه جورایی خودشون نشون بده. نیاید پادشاهی زود بهتر، ورا کن بندگی هم اوت بهتر. برای هرچه در گیتی اساسی است، برون از هرچه در فکرت قیاسی است. به جستجو، اینو میشه اینجوری هم بخونی، برای هرچه در گیتی اساسی است، برون از هرچه در فکرت قیاسی است. احتمالا میشه اینجوری هم بخونی. به جستجوی او بر بام افلاک، دریده وهم را نعلین ادراک. خرد در جستنش هوشیار برخاست، چو دانستنش نمیداند، چو دانستش نمیداند چپ از راست. خلاصه میگه خرد توی این داستان چپ و از راست نمیتونه بفهم. خرد در جستنش هوشیار برخاست، چو دانستش نمیداند چپ از راست. شناساییش بر کس نیست دشوار، ولیکن هم به حیرت میکشد کار. نظر دیدش چو نقش خویش برداشت، پس آنگاهی حجاب از پیش برداشت. مبرا حکمتش از زودی و دیری، منزه ذاتش از بالا و زیری. اینم زود و دیری احتمالا یه گذاشته. مبرا حکمتش از زود و دیری، منزه ذاتش از بالا و زیری. حروف کائنات در بازجویی، همه در توست و تو در لوح اویی. اینم واقعا حرف خیلی زیباییه که در واقع میگه همین که تو قرآن هم هست، میگه همه کائنات میگه در وجود توه، در وجود شما و من. و همونجور که خدا هم تو قرآن میگه و علم الآدم الاسماء کلها، همه حرفا رو به انسان که شما باشید خدا آموخته. همه کائنات در درون ماست. یعنی این حرف خیلی، این حقیقت خیلی بزرگیه که ما ازش غافلیم. حروف کائنات در بازجویی، همه در توست و تو در لوح اویی. چو گل صد پاره کن خود را در این باغ، که نتوان تندرست آمد بدین داغ. تو زانجا آمدی کینجا دویدی، از اینجا درگذر کانجا رسیدی. ترازوی همه ایزد شناسی، چه باشد جز دلیلی یا قیاسی. قیاس عقل تا آنجاست بر کار،
که صانع را دلیل آید پدیدار. مده اندیشه را زین پیش در راه، که یا کوه آیدت در پیش یا چاه. چو دانستی که معبودی تو را هست، بدار از جستجوی چون و چه دست. و این حالا یه حدیث به ذهنم هم میاد که در واقع و همینجور تو قرآن میگه که و الی ربک المنتهی، یعنی به پروردگار دیگه، یعنی انقدر جایگاه عقل به اون پروردگارت که برسی دیگه تموم میشه. و اینکه در واقع در ذات خدا میگن عقل نمیتونی فکر کنی و اصلا میگن آقا، میگن تو عقل اصلا کار نمیکنه. و یه جور خیلی جالبه که در واقع حالا شاید همه شما در همه ماها این فکر کردیم مثلا خدا هی رفتیم جلو، مثلا خدا چیه، مثلا چی جوری بوده، اولش چیه. و مثلا انسان میرسه به یه جایی که انگار داره به یه چیز عظیمی نگاه میکنه که هیچ اطلاعی راجبش نه. مثلا داره به یه تاریکی، میدونی، تاریکی آگاهی بزرگی داره نگاه میکنه که میدونه که هست ولی هیچ اطلاعی ازش نداره. و یه حدیثی هست از پیامبر که میگه علیکم به سواد الاکبر، یعنی بر شما باد به اون تاریکی بزرگ، که حالا یه معنیش اینه که ترجمه میکنن به شهرهای بزرگ. حالا مثلا توی شهر بوده اونجا، مثلا یه همچین معنی هم داشته تو زمان. حالا معنی سادهش اینه مثلا به شهرهای بزرگ برید، مثلا اونجا امکانات بیشتری هست، مثلا امکانات اقتصادی و تحصیلی و اینا. ولی یه معنی دیگهش هم عرفانیش اینه که اون تاریکی بزرگ که در واقع چی میگن وهم و در واقع افکار اونجا دیگه کار نمیتونه بکنه، در واقع علیکم بل خدا یه جورایی. و خلاصه نکته اینه که تا اینجا میگه عقل تا اینجا میره. حالا دیگه وقتی تو همینو فهمیدی دیگه بیشتر از اون داری اذیت میکنی خودتو دیگه. وقتی که فهمیدی این عظمتو، عقلت اینو نشون داد دیگه، خلاصه مثل اون شکارچیان آهو عشقو به کار بنداز دیگه، با اون حسی که در واقع از اون داره به تو میرسه کارو ادامه بده. عقل تا همینجا چیزش بود، دستش هم در میکنه. که مولانا هم خلاصه خیلی زیبا اینو توضیح میده، میگه مثل عصا میمونه برای یه کور. و در واقع این استدلال ها خلاصه ارزم به حضور شما یه هم چیزی من از این برداشت میکنم. حالا قطعا شاید شما از اون چیزای زیباتری رو برداشت میکنید، مطمئنم، چون واقعا هر کس حالا بسته به اون چیزایی که حالا قبلا خونده، همون کوزه‌ای که میگم، یه سری چیزا رو از این میفهمه. و شما حالا سری شاید اطلاعات بیشتری داشته باشید یا توی زمینه‌های دیگه اطلاع داشته باشید، قطعا هزار تا چیز زیباتر از این صحبت رو متوجه میشید. و قشنگیش هم به همینه که خلاصه هر کسی از ظن خود شد یار من. همینم است که دیدید. حالا شاید یه سری مثلا شعرهای حافظ و اینا رو میخونن، میگن که نه اینا منظورش مثلا آقا حافظ حافظ هم که میگه همونی که تو میفهمی درسته دیگه. و چون هر کی از ظن خودش در واقع یار چیز میشه. و حالا همین توی جلسه قبلی یه داستانی خوندیم از پیامبر که در واقع ابو جهل میاد به پیامبر نگاه میکنه و این که ارزم به حضورش میگه که یه چیز بدی به پیامبر میگه که تو مثلا چقدر بدی، و پیامبر میگه که تو درست میگی. بعد حضرت مثلا ابوبکر میاد که دوست پیامبر، میگه که به تو چقدر عالی هستی، اصلا بهتر از تو توی دنیا نیست. پیامبر میگه که تو هم درست میگی. بعد اونایی که تو نشسته بودن این صحنه رو میبینن، میگه که گفتنش ای صدرالبرا، راستگو گفتی دو ضدگو را چرا. میگه این دوتا هر کدوم ضد هم گفتن ولی جفتشون رو گفتی تو راست میگی. و پیامبر میگه که گفت من آینه ام مسقول دست، ترک و هندو در من آن بیند که هست. و میگه من مثل یه آینه مونم. و واقعا قرآن و حالا قدیسین عالم واقعا مثل آینه هستن و یه جورایی تمام این جهان میگم مثل یه آینه است که حالا درون ما رو به خود ما نشون میده. خلاصه
باید خودمون رو اصلاح کنیم و خیلی زیباست. و خلاصه این ماجرا میخوام اینو بگم که حالا اون چیزایی که شما از اینا میفهمید قطعا خیلی زیباست و حالا میتونید اینا هم در واقع به اشتراک بذارید برامون. مثلا عرضم به حضور شما اینجوری، یعنی میخوام بگم به معنی نداره. زهر شمعی که جویی روشنایی، به وحدانیتش یابی گواهی. گه از خاکی چو گل رنگی برآرد، گه از آبی چو ما نقشی نگارد. خلاصه میگه گاهی از خاک گل به وجود میاره و گاهی از آب مار انسان. یا همه اینو توی آیات قرآن. گه از خاکی چو گل نقش رنگی برآرد. واقعا چقدر این چیز عجیبی که از خاک گل به وجود میاد، یا درخت یا میوه، و یه بارونی میبارد روی خاک و واقعا اینا همه زیباست. گه از خاکی چو گل رنگی برآرد، گه از آبی چو ما نقشی نگارد. خرد بخشید تا او را شناسیم، بصارت داد تا هم زو هراسیم. فکند از هیئت 9 حرف افلاک، رقوم هندسی بر تخته خاک. نبات روح را آب از جگر داد، چراغ عقل را پی از بصر داد. جهت را 6 گریبان در سر افکند، زمین را 4 گوهر در بر افکند. در واقع این 6 جهت، بالا پایین چپ راست جلو عقب، و میگه حالا یه نظمی داد 4 گوهر هم در واقع آب و باد و خاک و آتش. نبات روح را آب از جگر داد، چراغ عقل را پی از بصر داد. جهت را 6 گریبان در سر افکند، زمین را 4 گوهر در بر افکند. چنان کرد آفرینش را به آغاز، که پی بردن نداند کس بدان راز. چنانش در نورد آرد سرانجام، که نتواند زدن فکرت در آن گام. که اینا میگه که طی سجل للکتاب، میگه مثل جهان رو آخر سر مثل این کتاب در واقع اون ورقایی که بوده لوله میکنه در نورد داده، مثلا مثل نورد. در واقع این همون آیه رو یه کلمه زیبایی انتخاب کرده برای گفتنش. چنانش در نورد دارد سرانجام، که نتواند زدن فکرت در آن گام. نشاید باز جست از خدایی برتر است از کد خدایی. بفرساید همه فرسودنی ها، همو قادر بود بر بودنی ها. چو بخشاینده و بخشنده جود، نخستین مایه ها را کرد موجود. به هر مایه نشانی داد از اخلاص، که او را در عمل کاری بود خاص. یکی را داد بخشش تا رسانت، یکی را کرد ممسک تا ستانت. به به. نه بخشنده خبر دارد ز دادن، نه آن کس کو پذیرفت از نهادن. نه آتش را خبر کو هست سوزان، نه آب آگه که هست از جان فروزان. چقدر زیبا. خداوندیش با کس مشترک نیست، که همه حمال فرمانند و شک نیست. که را زهره ز حمالان راهش، که تخلیطی کند در بارگاهش. بسنجد خاک و مویی بر ندارد، بیارد باد و بویی بر ندارد. زهی قدرت که در حیرت فزودن، چنین ترتیبها داند نمودن. خبرداری، میریم به بخش سوم دست خورسش. خبرداری که سیاحان افلاک، چرا گردند گرد مرکز خاک. در این محراب گه معبودشان کیست، وز این آمد شدن مقصودشان چیست. چه میخواهند از این محمل کشیدن، چه میجویند از این منزل بریدن. چرا این ثابت است آن منقلب نام،
که گفت این را بجنب آن را بیارام. قبا بسته چو گل در تازه رویی، پرستش را کمر بستند گویی. مرا حیرت بران آورد 100 بار، که بندم در چنین بتخانه زنار. ولی چون کرد حیرت تیزگامی، عنایت بانگ برزد کای نظامی. مشو فتنه بر این بتها که هستند، که این بتها نه خود را می پرستند. همه هستند سرگردان چو پرگار، پدید آرنده خود را طلبکار. تو نیز آخر هم از دست بلندی، چرا بتخانه ای را در نبندی. چو ابراهیم با بت عشق می باز، ولی بتخانه را از بت بپرداز. عرضم به حضور شما خیلی زیباست که در واقع حضرت ابراهیم با اون بت میره صحبت میکنه، میگه با اون عشق بازداز و بتخانه رو از اون خالی کن. میگه که بابا تو که از خودت چیزی نداری، و با اون بت صحبت میکنه، در واقع اونو به عشق باز با اون بت ترجمه میکنه. و یه چیز خیلی جالبی که حالا میخوام بگم، چون خیلی واقعا زیباست وسط این داستان، اینه که در واقع همه در واقع چیزی که حالا نظری که هستش الانم اینه که در واقع همه سیاره ها در واقع همه به دور زمین دارن میگردن، یعنی زمین مرکزی. حالا که اینو میگن که آقا عرضم به حضور شما اون داستان معروف گالیله که در واقع میاده و میگه که نه زمین تا زمان گالیله در واقع این اندیشه غالب این بوده. و عرضم به حضور شما در واقع اینم که زمین مرکزی که میگفتن زمین ثابته و همه چیز در واقع به دور زمین داره میگرده. و یه نکته ای داشته و نکتهش هم این بوده که در واقع یه بحث دینی بوده برای مسیحی‌ها، که آقا مثلا اینجا خداوند مثلا که حضرت عیسی اومده مثلا یه ویژگی داره، و حالا توی یه سری چیزایی که توی انجیل هست و اینا به ظاهری و اینا هم میگفتن که خب آقا این یعنی زمین ثابته و همه چیز دور زمین داره میچرخه. و بعد گالیله میاد میگه که اینجور نیست و فلان. و نکته اینه که گالیله هم حالا توی اون دادگاه اینایی که بوده نمیتونه ثابت کنه اینو، ولی خب محاسباتی که انجام میداده راحت تر بوده که آقا خورشید مثلا وسط اینا دارن دور میچرخن، توی محاسبه راحت تر بوده. و حالا شاید این حرف همین الانش هم خیلی عجیب به نظر برسه، ولی خیلی جالبه که بدونید. حالا میتونید سرچ هم بکنید حالا ویدیو راجبه این، ولی ویدیوهای خیلی زیادی راجبه این نیست. ولی حالا من که مثلا حالا فیزیک و اینا خوندم و اینا، و حالا با اون استادمون که بود در واقع این صحبت ها رو میکردیم، دکتر تهرانی نسب، و ارزم بزرگ خود بفرستشون کنه، خیلی این صحبت ها رو انجام میدونیم و خیلی نظریه های زیادی هست، آزمایش های زیادی هست که نشون میده زمین مرکز جهان، یعنی آزمایش های تحقیق های علمی. و حالا من چند تاشو میتونم بگم، ولی حالا یه ذره طول میکشه، که مثلا یه ستاره رو نگاه میکنن در واقع که اگه زمین در حال چرخش باشه در واقع این نور ستاره باید شکسته بشه. بعد اون در واقع اون تلسکوپ از یه مایع مثل روغن پر میکنن که این شکست بیشتر بشه، ولی میبینن که اصلا هیچ در واقع اون ابیراهی از بین میره اصلا. یعنی این نشون میده که انقدر اینا مستقیم دارن به اون ستاره نگاه میکنن و این حرکت نداره. آزمایش آیری دیوید هم چیزی، حالا من اینو باید سرچ کنم، ولی آیری یکی از اون دانشمند. و همین آزمایش مایکلسون مورلی که خیلی معروف و همه انجام میدن و اینا، که یه لیزری میگن آقا میگن اگه زمین در حال حرکته، خب سرعت نور میتونیم در واقع اینو روی زمین اون 4 تا آینه رو تنظیم میکنن، نور رو از یکی میفرستن و میگن چون یکی یه ذره سرعتش دیرتر میشه، اینا نورا باید اختلال ایجاد بشه، ولی اختلال ایجاد نمیشه یا یه همچی چیزی. که اینم باز نشون میده که آقا
در واقع زمین در حال حرکت نیست، ثابته. که بعدش آقای انیشتین میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا من الان این مشکل رو حل میکنم. در واقع آزمایش هایی که بوده نشون میداده که آقا حالا حداقل زمین نسبت به نور ثابته. حالا یه فضایی رو در نظر میگرفتن به نام اتر، مثلا مثل هوا که در واقع باعث میشه که صوت جابجا بشه، میگن که آقا یه اتر هم هست که باعث میشه نور جابجا بشه. و بماند که واقعا اصلا نمیدونن، ما الان مثلا نمیدونیم جاذبه چجوری کار میکنه. جاذبه همین چیز ساده که همیشه باش در ارتباطیم. جاذبه ما نمیدونیم چجوری کار میکنه. دانشمندا یعنی در واقع نمیدونن، واقعا نمیدونن. و نظریه میگن آقا گرویتون فلان بس. آقا راجب نور هم همینطور، آقا ذره است، موج، هر دو حالت رو هم عمل میکنه. خلاصه انیشتین میاد میگه که آقا من یه اصولی رو تعریف میکنم، شما این اصول رو بپذیرید. شما ببینید چقدر حالا توی بحث علمی این خیلی خنده داره که آقا یه نفر بگه که اصول رو بپذیرید، چون باید ثابت بشه تو آزمایش. بگه آقا این ثابت شد، این یه اصله، این یه قانونه، بعد حالا بقیه چیزاش رو در نظر بگیریم. ولی انیشتین حالا با اون هوشی که داشته میگه که آقا اینو من یه چیزی میگم، اینو شما به عنوان قانون در نظر بگیرید، من این مشکل رو حل میکنم که زمین مرکزی، یعنی خدای نکرد، چون اینا خیلی مثلا بعد رنسانس میشه اینا هیچ جوره نمیخواستن قبول کنن، برگردن که آقا زمین مرکزه. عرضم به حضور شما انیشتین خلاصه این مسئله رو، این معضل رو حل میکنه برای اینایی که حالا ضد این عقیده بودن و میگه که آقا سرعت نور ثابته. اگه شما با سرعت نور هم در حال حرکت باشید، باز سرعت نور ثابته، یعنی اون نسبیت و اینا توش تأثیری نمیذاره. و سی در واقع سی که سرعت نور باشه مساوی یه عددی، همیشه این ثابته. انیشتین میگه آقا اینو از من قبول کنید، من باقی مسئله ها رو حل میکنم و حل میکنه. و در واقع یه جوری این داستان و این آزمایش های عجیب غریبی که میدیدن رو در واقع چی میگن، مسئله شون حل میشه. ولی نکته اینه که تا یه جایی حل میشه که بعدش میان دوباره یه سری آزمایش های دیگه انجام میدن، حالا اخیراً و حالا باز یعنی اخیراً که یعنی مثلا توی شما 50 ساله، و میبینن که آقا یه سری چیزایی دارن اتفاق میفته که با این نظر انیشتین خیلی همراه نیست. و خلاصه یه داستانیه. حالا اگه وقت کردید حتما یه سر برید فیزیک رو واقعا باید آدم بخونه، ببینه که چقدر داستانهای عجیب و غریبی هست و واقعا حیرت آور و زیباست، کوانتوم و فلان. خلاصه ماجرا میخوام بگم که این نظریه زمین مرکزی خیلی چیز عجیب غریبی نیست، همین الانش هم واقعا چیز نشده. کما که آقا میگن مثلا بیگ بنگ و فلان و اینا، خب که ما آقا میگیم آقا اصلا اوکی و اینا. حالا بماند که میگن که ما رو خدا به وجود نیاورده، بیگ بنگ بوده. حالا شما اگه برید از یه مسیحی یا مثلا یک کیشیش بپرسید که آقا قبل از خدا چی بوده، میگه که آقا این چه سوالی، این اصلا سوال اشتباهیه. اگه از اینایی هم که میگن بیگ بنگ بگی آقا قبل از بیگ بنگ چی بوده، میگه که آقا این چه سوالی، اصلا سوال اشتباهی. یعنی جفتشون به یه اندازه چی میگن، ناآگاهن، نادونن و تعصب دارن به خرج. و واقعیت اینه که آقا بیگ بنگ اوکی، این ماده از کجا اومده که حالا ترکیده، یعنی یه قبلش چی بوده دیگه شما که میگید. و عرضم به حضور شما چیزی که حالا نشون میده اینه که بیگ بنگ اگه اتفاق افتاده باشه، میگن که اون در واقع گرما و اون نور پس زمینه کیهان رو وقتی میسنجن، میبینن که زمین دقیقا در مرکز اون واقع شده. یعنی انقدر مثل کره در نظر میگیری، زمین مرکز اون. یه چیزای عجیب غریبی که حالا میتونید سرچ کنید و اینا تو اینترنت و اینا هم هست راجع به این داستان. حالا خلاصه ماجرا اینه که اصلا میگیم آقا اینا از نظر فیزیکی و اینا درست نیست و فلانه، ولی واقعیت اینه که به هر حال این زمین و این جایی که ما هستیم، همونجا که شما هستید، مرکز عالمه.
یعنی خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. و نکته اینه که در واقع این علوم مدرن و اینا یه جورایی میخواد انسان رو از این جایگاه ویژه‌ای که داره، از این جایگاه پادشاهی عالم بیاره پایین و بگه که تو هیچی نیست. مثلا چون از زیر خاکی و جرقه زده، که حالا خیلی این چیزا هم که میگم واقعا خنده داره، که شانسی بوده فلان اینا. که عرضم به حضور شما، یعنی اگه یه نفر که تو علم بیولوژی و اینا هست، یعنی ساده ترین ترکیبای مثلا یه پروتئین رو بدونه که چقدر پیچیده است و یعنی شانسی بودنش اصلا نیست، عجیب غریبی، یعنی خیلی احتمال، یعنی 10 به توان مثلا 24، مثلا یه عدده عجیب غریبیه که مثلا اینه که مثلا یعنی شانسی بودنش یعنی چیزای عجیبه. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم و جداگونه باید اینو بررسی کنیم، ولی واقعا شانسی بودنش مثل اینه که شما بیاید یه روز چه مثلا یه روز برید یزد، بعد ببینید که مثلا با برگ گل مثلا توی اتاقی که مثلا همینجوری برید توی اتاقی ببینید که با برگ گل مثلا نوشته شده که آقای مثلا اسم شما و فامیل شما فرزند فلانی، شماره شناسنامه ویساری که با قطار فلان از مقصد فیزان به فیزان آمدید، خیر مقدم به شما میگوییم. چقدر احتمال داره که این اتفاقی انجام شده باشه؟ بالاخره یه عددی هست دیگه، چون باد اومده باشه یا یه چیزی، بالاخره یه احتمالی هستش که این اتفاقی مثلا با باد و خاک و اینا این جمله ها نوشته شده باشه و مثلا شما اونجا هم باشید و ببینید و اینا. چه احتمالی داره یه عددی تو ذهنتون بیاد؟ باد اومده، برگا دونه دونه اومدن، اسم شما فلان، یه شانسی هست دیگه. شانس به وجود اومدن یه پروتئین خیلی بیشتره، یعنی خیلی از این فراتره. یعنی همین که یه تقریبی به ذهنتون بده که ببینید چقدر داستان عجیب. کار نداریم. اصل ماجرا اینه که میگم توی این دنیا در واقع این کتابا و اینا مثل آینه ای هن که انسان رو به خودشون نشون میدن. مثل اینه که شما تو شهر مثلا میرید تو شهر بازی، آینه هایی هست کج و کوله است. وقتی شما میرید خودتون رو توش میبینید مثلا کج و کوله میشه، مثلا دراز نشون میده، شما رو کج نشون میده. یا اینکه مثلا چون عکس یه میمون گذاشته جای صورتش رو خالی کرده، مثلا میرن مردم سرشون رو میذارن مثلا میبینن خودشون رو شبیه میمون میبینن. این آینه هایی که در واقع درست شده توی این جهان شما رو میخواد بگه که شما مثلا چون میمونید یا مثلا یه چیز بی‌ارزشی هستید، یه چیز به درد نخورید، برای اینکه بتونن به شما تسلط داشته باشن، آتشخال بفروشن و کنترل کنن. و یه سری کتابایی هست که وقتی شما اونا رو میخونید، مثل انجیل یا مثل قرآن یا این شعرا، به شما میگه که شما پادشاه این عالمید، شما مرکز این عالمید، همه جهان رو خدا میگه برای شما آفریده، همه این ستاره ها آمده شدنش برای شماست و این آینه های واقعیه. میخوام بگم که این آینه ها رو دستمون بگیریم و خیلی مراقب باشیم از این که اون کسایی که میخوان ما رو تحقیر کنن و در واقع جایگاهی که هستیم و بهمون ازمون در واقع بپوشونن. کفر به معنی پوشاندن، در واقع اون اصلی که هست رو بپوشونن. و نکته اینه که ضرر میکنیم دیگه. فرض کنید آقا شما مثلا شما یه ماشین آخرین مدل دارید ولی هیچ وقت ازش استفاده نکنید. خلاصه وجود شما وجود همه پیامبرانه در واقع. عرضم به حضور شما همونجور که مولانا میگه در واقع همه پیامبران شما هستید، همه این عالم برای شما آفریده شده. این که میگه لولاک ما خلقت و افلاک، داره خدا به من و تو میگه، داره به تو میگه که اگه تو نبودی من این آسمان ها رو خلق نمی کردم. ببین چه جایگاهی داری، ببین چه شأن بزرگی داری. اون موقع است که خب انسان که اینجور فکر میکنه به هیچ هر کاری دست نمیزنه.
ولی اون انسانی که تحقیر شد و خیلی کار رو میکنه دیگه بماند. خلاصه ماجرا میخوام بگم که ما مرکز این عالم هستیم. حالا شاید لیترالی به قول معروف نه، ولی متافوریکلی و تمثیلی هم باشه، ما مرکز این عالم هستیم. و عرضم به حضور شما خیلی جالبه که خلاصه ماجرا این رو بفهمیم که داره میگه که همه اینها دارن برای تو کار میکنن. عرضم به حضور شما، من یه بار دیگه سریع اینو میخونم، خیلی قشنگ بود حالا با این مفاهیم و هزار تا چیز زیباتر که میدونم تو ذهن خود شما هم هست. و اینجوری و حالا خلاصه خود این میاد جلوتر و میگه که مراقب باش که باز خودت، این خودتو یهو بت نشی برای خودتو. آقا یه بار دیگه اینو میخونم، انقدر زیبا و قشنگ بود. عرضم به حضور شما که میگه خبر داری که سیاحان افلاک چرا گردند گرد مرکز خاک، در این محراب گه معبودشان کیست و از این آمد شدن مقصودشان چیست. اینو چیک کنم. در این محرابگه معبودشان کیست و از این آمد شدن مقصودشان چیست. چه میخواهند از این محمل کشیدن، چه میجویند از این منزل بریدن. چرا این ثابت است آن منقلب نام، چرا این ثابت است آن منقلب نام. که گفت این را بجنب آن را بیارام. قبا بسته چو گل در تازه رویی، پرستش را کمر بستند گویی. مرا حیرت بر آن آورد 100 بار، که بندم در چنین بتخانه زنار. ولی چون کرد حیرت تیزگامی، عنایت بانگ برزد کای نظامی. مشو فتنه بر این بتها که هستند، که این بتها نه خود را می پرستند. همه هستند سرگردان چو پرگار، پریر آرنده خود را طلبکار. تو نیز آخر هم از دست بلندی، چرا بتخانه ای را در نبندی. چو ابراهیم با بت عشق می باز، ولی بتخانه را از بت بپرداز. نظر بر بت نهی صورت پرستی، قدم بر بت نهی رفتی و رستی. نموداری که از مه تا به ماهی است، طلسمی بر سر گنج الهی است. طلسم بسته را با رنج یابی، چو بگشایی به زیرش گنج یابی. طبایع را یکایک میل درکش، بدین خوبی خرد را نیل درکش. مبین در نقش گردون کان خیال است، گشودن بند این مشکل محال است. مرا بر سر گردون رهبری نیست، جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست. این هم در واقع یه چیزی حالا من در این وسط به ذهنم رسید باز بگم، اینه که این داستان معروفی که در قرآن هم هست که حضرت ابراهیم در واقع میره به یه جا میبینه که آقا این دارن ستاره رو میپرستن، میگه که هازا ربی. بعد میبینه که ستاره رفت، میگه که اگه این نتونه منو هدایت کنه که فایده نداره. بعد میبینه که آقا اینا ماه بلند میشه، ماهو میپرستن، میگه که ای ولی این بهتره، این هازا رب. بعد باز ماه که میره پایین میگه که این که خب چه فایده داشت، پروردگار من که نمیتونه باشه. خورشید که میاد میگه هازا ربی، این دیگه تاش. و ولی وقتی غروب میکنه میگه انی لا احب الافلین، میگه من اینا که غروب میکنن دوست ندارم. و عرضم به حضور شما حالا اینا هر کدوم در واقع این همین میگه این نقشایی که تو آسمونه مثل یه بوت، هر کدوم به این زیبایی که من مثلا گفتم توی این چیز به این زیبایی من بیام اینا رو بپرستم، ولی میگه که بعدش بانگ برزد که این نظامی اینا مثل بوتن، اینا خودشون تازه طلبکار منن، خودشون اینا دنبال من هستن. و حالا اینا داستانش چیه که اینو توی در واقع یک کتابی هست به نام گلشن راز، خیلی شیخ محمود شبستری در واقع خیلی باحاله، یه جورایی توضیح همه این شعرها و شاعرها و اینا رو خیلی توضیح میده که آقا مثلا منظور از فلان چی بوده، منظور از بیسار چی بوده.
یا حالا بالاترش مثلا ابن عربی و اینا، در واقع اینا همه اینا رو به صورت مفهومی مثلا میگفتن. یا اون 4 تا پرنده‌ای که حضرت ابراهیم سر میبره، مثلا 4 تا خروس و اینا مثلا نبوده، اینا هر کدوم یه نمادی بودن. و حالا همین ستاره و اینا در واقع اون ستاره‌ای که حضرت ابراهیم میبینه حسه، مرتبه حس. بعدش ماه مرتبه خیاله که از حس باز بالاتره. بعد خورشید مرتبه عقله که بعدش خلاصه همه اینا میبینه که افول میکنن و حضرت ابراهیم میگه من یه بالاتری میخوام. و در واقع حالا حضرت ابراهیم در واقع همون توحید رو داشته. حالا یه خیلی نکته خیلی جالبی هم هست توی این متن عربی. در واقع حضرت ابراهیم هر کدوم از اینا رو که میگه ستاره رو که میبینه میگه هازا ربی، هازا اشاره به مذکر. ماهو که میبینه میگه هازا ربی، اشاره به مذکر هازا، هازهی نمیگه. خورشید هم که میبینه باز دوباره میگه هازا ربی، خورشید با هازهی باید بگیری. نکته چیه؟ حالا میگن که آقا در زبان عربی میشه اینجوری بگی و مثلا چیزی نداره، ولی نکته اینه که حضرت ابراهیم در واقع توی این مراحل هم داشته میگفته هازا ربی، داشته خدا رو اشاره میکرده بهش. و یعنی حتی در حالت زبونی هم لفظی هم در واقع مشرک نمیشه. حضرت ابراهیم در واقع چی میگم، نماد حالا توحید و انسان موحد است که خدا به پیامبر میگه واتبع ملت ابراهیم. خلاصه خیلی جالبه. حالا میگم من این که داره ستاره و این چیزا رو میگه در واقع یه جورایی اشاره به اینجور چیزا هم هست. مبین در نقش گردون کان خیال است، گشودن بند این مشکل محال است. مرا بر سر گردون رهبری نیست، جز آن که نقش دانم سرسری نیست. این که در قرآن میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، میگه اونایی که آسمونا رو میبینن میگن که خدا اینا رو باطل نیافریدی. اینم ترجمهش که میگه مرا بر سر گردون رهبری نیست، جز آن که نقش دانم سرسری نیست. اگر دانستنی بودی خود این راز، یکی زین نقش ها در دادی آواز. از این گردنده گنبدهای پر نور، به جز گردش چه شاید دیدن از دور. درست آن شد که این گردش به کاری است، در این گردندگی هم اختیاری است. ولی در طبع هم داننده ای هست، که با گردنده گرداننده ای هست. از آن چرخه که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده همان گیر. و این هم باز یه داستانیه از در واقع پیامبر که یه جا میره و یه پیرزنی رو میبینه که در واقع حالا میرن اونجا خونه کسی اینا. اون پیرزنی داشته این آونگ رو میچرخونده، همینه که در واقع گندم رو خورد میکنن. بعد اون پیرزنه میگه که پیامبر چیزی که من از خدا فهمیدم اینه که من اگه این گردونه رو نچرخونم، این آسیاب رو نچرخونم، این آسیابه نمیچرخه. و خدا اگه این دنیا رو نچرخونه، این دنیا نمیچرخه. و پیامبر میگه که بیاید خداشناسی رو از این زن یاد بگیر. و یه همچی داستانی و خیلی زیاد. حالا این داره به اون اشاره جوری میکنه. از آن چرخه که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده همان گیر. اگرچه از خلل یابی درستش، نگردد تا نگردانی نخستش. چو گرداند ورا دست خردمند، بدان گردش بماند ساعتی چند. همیدون دور گردون زین قیاس است، شناسد هر که او گردون شناس است. اگر نارد نمودار خدایی، در اسطرلاب فکرت روشنایی. نه از ابرو
نه ز ابرو جستن آید نامه نو، نه از آثار ناخن جامه نو. بدو جویی بیابی از شبه نور، نیابی چون نزو جویی ز مه نور. بله. بدو جویی بیابی از شبه نور، نیابی چون نزو جویی ز مه نور. ز هر نقشی که بنمود او جمالی، گرفتند اختران زان نقش فالی. یکی 10 دانه جو محراب کرده، یکی سنگی دو اسطرلاب کرده. ز گردش های این چرخ سبک رو، همان آید کزان سنگ و از آن جو. مگو زرکان پدید آیند مردم، چنان کارکان پدید آیند از انجم. اینم حالا خیلی جالبه. اینم در واقع همین داستان خیلی جالبه، یعنی این نظریه تکامل، این همین اون موقع در واقع نظریه بوده، حالا چیز جدید نیست. آقا جدید اینا فهمیدن اینا. که میگه که نگو که مثلا مردم از همین این چیزایی که بوده یهو پدید اومدن. بعد چون که خب اون در واقع اون ارکان از چی پدید اومده؟ تو همینجوری هی باید بری جلو، هی نمیتونی بگی که خب آقا بالاخره یه جا این تمام میشه. آقا خب این مثلا چه این از اون به وجود اومد، آقا اون از چی به وجود اومد، اون دوباره میگه خب از یه چیز دیگه به وجود اومد. همینجوری یعنی یه جا نمیتونی وایسی که حالا هی بعضیا هی 10 تا هی تکرارش میکنن بعد تا یه جایی که طرف خلاصه بیخیال بشه. ولی اگه یه نفر سمج باشه میگه که نه آقا بعدش خوب، نه خب بعدش چی؟ بعدش گیر بده، میمونن اینا. و اصلا نکته اینه که آقا آره آقا قبل از خدا چی بوده؟ کی خدا رو آفریده مثلا؟ خب آقا باشه برو یه مرحله. نکته اینه که خدا که مثلا یه شخصیه یه چیزی نیست. نکته اینه که دقیقاً یه جایی تو میرسی که دیگه باید وایسی بگی که آقا یه علتی هست، من دیگه نمیدونم قبل چی بوده، یه علت العللی باید باشه، چون غیر از این اصلا نمیشه. اون خداست، اسمشو که کاری نداری، اون فهم، این مفهوم که در واقع تو ثابت میکنی همه جهان رو بهش، اون خداست، اون مفهوم خداست. حالا اسمشو میذارن خدا، هست هرچی میخواد اسمشو بذار. این چی میخوام بگم؟ یه جایی میرسی که دیگه تو باید به یه جایی تکیه بدی. اینه که میگه ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. اونی که قائم به ذاته اون خداه، حالا اسمشو هرچی بذار نمیدونم، اونی که اصل اساس همه چیه، میدونی اونو ما داریم میپرستیم، اون مفهومو. و خیلی جواب بزرگیه در واقع توی این سوال که آقا قبلش چی، چون که تو رو به اون اصلیه میرسونه، به اون سیاهی بزرگ، به اون سواد بزرگ. خلاصه ماجرا اینم حالا داره این دقیقا کلمه تکوین، همین که حالا اِوولوشن رو در واقع این ترجمه میکنه، میگه که آقا همین کلمه رو به کار میبره و میگه که عرضم به حضور شما اینجوری در واقع کار لنگ میمونه. میگه مگو زرکان پدید آیند مردم، چنان کارکان پدید آید ز انجم. که قدرت را حوالت کرده باشی، حوالت را به آلت کرده باشی. اگر تکوین به آلت شد حوالت، چه آلت بود در تکوین آلت؟ اگر چه آب و خاک و باد و آتش، کنند آمد شدی با یکدیگر خوش. همی تا زو خط فرمان نیاید، به شخص هیچ پیکر جان نیاید. نه هر ایزد پرست ایزد پرستد، چو خود را قبله سازد خود پرستد. ز خود برگشتن است ایزد پرستی، ندارد روز با شب هم نشستی. خدا از عابدان آن را گزیند، که در راه خدا خود را نبیند. نظامی جام وصل آنگه کنی نوش، که بر یادش
کنی خود را فراموش. به به، چقدر زیباست این دو بیت واقعا. خدا از عابدان آن را گزیند که در راه خدا خود را نبیند. این همون داستان در واقع مولاناست که میگه بشنو از نی چون حکایت میکند. نی در واقع مولانا حرفش اینه، میگه همونجور که نی چرا میشه توش بنوازی؟ چون از درون خالی شده. اگه نی توش پر باشه هیچ صدایی ازش نمیاد. و میگه شما هم وقتی از درون خودتون پر هستید، اسم و این چیزای خودتون رو دارید، حرفای خودتون رو میخواید بزنید. ولی وقتی از خودتون خالی شدید، خط کشیدید روی اسم خودتون، شهید شدید، به این مقام رسیدید، اون موقع است که خدا میتونه در شما بنوازه. غیر از این همه حرف شما رو دارن میشنن. و خلاصه آن را که خبر شد خبری باز نمود. خلاصه میگه که باید خلاصه از این نامه و اینا بگذاریم، از این حرفا که برای خودمونه و ایناست. حالا یه دعای خیلی زیبایی بعدش انجام میده، خیلی قشنگه. خدا از عابدان آن را گزیند که در راه خدا خود را نبیند. میگه نظامی جام وصل آنگه کنی نوش، که بر یادش کنی خود را فراموش. خلاصه چو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. عرضم به حضور شما که حرفشون واقعا همین بوده، خیلی زیبا. بخش چهارم خیلی زیباست، یه دعای زیبایی با هم بخونیم. و برو که رفتیم. میگه خدایا چون گل ما را سرشتی، وثیقت نامه ای بر ما نوشتی. به ما بر خدمت خود عرضه کردی، جزای آن به خود بر فرض کردی. شما با ضعف خود در بند آنیم، که بگذاریم خدمت تا توان. بذار من بعد خوندم یه بار دیگه بخونم. میگه خدایا چون گل ما را سرشتی، وثیقت نامه ای بر ما نوشتی. به ما بر خدمت خود عرضه کردی، جزای آن به خود بر فرض کردی. چو ما با ضعف خود در بند آنیم، که بگذاریم خدمت تا توانیم. تو با چندان عنایت ها که داری، ضعیفان را کجا ضایع گذاری. بدین امیدهای شاخ در شاخ، کرمهای تو ما را کرد گستاخ. وگرنه ما کدامین خاک باشیم، که از دیوار تو رنگی تراشیم. خلاصی ده که روی از خود بتابیم، به خدمت کردنت توفیق یابیم. ز ما خود خدمتی شایسته ناید، که شادروان عزت را بشاید. ولی چون بندگی من گوشه گیر است، ز خدمت بندگان را ناگزیر است. اگر خواهی به ما خط در کشیدن، ز فرمانت که یارد سر کشیدن. وگر گردی ز مشتی خاک خشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود. در آن ساعت که ما مانیم و هویی، ز بخشایش فرو مگذار مویی. بیامرز از عطای خویش ما را، کرامت کن لقای خویش ما را. من آن خاکم که مغزم دانه توست، بدین شمعی دلم پروانه توست. تویی کاول ز خاکم آفریدی، به فضلم ز آفرینش برگزیدی. چو روی افروختی چشمم برافروز، چو نعمت داده ای شکرم در آموز. به به. چو روی افروختی چشمم برافروز، چو نعمت دادیم شکرم در آموز. به سختی صبر ده تا پای دارم، در آسانی مکن فرموش کارم. شناسا کن به حکمتهای خویشم، برافکن برقع غفلت ز پیشم. هدایت را ز من پرواز مستان، چو اول دادی آخر باز مستان.
به تقصیری که از حد بیش کردم، خجالت را شفیع خویش کردم. به هر سویی که در گفتارم افتد، قلم درکش کز این بسیارم افتد. رهی دارم به 72 هنجار، از آن یک ره گل و 72 خار. اینم که در واقع شاید یه جور اشاره به اون حدیث پیامبره که میگه، یه حدیث نمادینه دیگه، حالا مثلا چیز پیشبینی تاریخی و پیشبینی سیاسی و اینا نیستش، یه جورایی پیشبینی علمی. و یه حدیث در واقع معنوی از پیامبر که میگه بعد از من امت من به 72 فرقه تقسیم میشه که یکی از اونها راه درست میره. و میگم این خیلی حالا معنا داره که نظامی اینو فهمیده که میگه رهی دارم به 72 هنجار، یعنی میخواد بگه که مراقب باشین این که هر روز متن نمازمون باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. مولانا میگه علتش همین که یهو توی یه راه اشتباهی نباشی فکر کنی داری کار درست رو انجام میدی. و برای همینه که ما باید هی از خدا بگیم خدای ما رو به راه راست هدایت کن. اینجوری نباشه که ما در راه درستیم و همه مثلا باطلن یا یه همچین چیز، شما نمیدونید. امام سجاد توی دعاش میگه که خدای اون زمانی که ملت ها و مذاهب با هم دیگه اختلاف دارن، منو به اون مذهبی که بیشتر مایه پسند توه هدایت کن. مثلا نمیگه که به فلان مذهب خاص من رو ثابت قدم بدار یا مثلا یه همچی چیز، یا به اون مذهبی که تو میپسندی. و این خیلی زیباست. و خلاصه نظامی انقدر زیبا حالا تو این حد فهمید. و میگم باز شما حالا اطلاعاتی بیشتری دارید، چیزای بیشتری میفهمید. میگه رهی دارم به 72 هنجار، از آن یک ره گل و 72 خار. عقیدم را در آن ره کش اما اماری، که هست آن راه رستگاری. آمین. تو را جویم ز هر نقشی که دانم، تو مقصودی ز هر حرفی که خوانم. ز سرگردانی توست این که پیوست، ز هر نااهلی و اهلی ز سرگردانی توست این که پیوست، به هر نااهل و اهلی میزنم دست. به عزم خدمتت برداشتم پای، گر از ره یاوه گشتم راه بنمای. نیت بر کعبه آورده است جانم، اگر در بادیه میرم ندانم. به هر نیک و بدی کاندر میانه است، کرم بر توست و آن دیگر بهانه است. یکی را پای بشکستی و خواندی، یکی را بال و پر دادی و راندی. ای والله خیلی زیباست. ندانم تا من مسکین کدامم، ز محروبان و مقبولان چه نامم. اگر دین دارم و گر بت پرستم، بیامرزم به هر نوعی که هستم. به فضل خویش کن فضلی مرا یار، به عدل خود مکن با فعل من کار. ندارد فعل من آن زور بازو، که با عدل تو باشد همترازو. بلی از فعل من فضل تو بیش است، اگر بنوازیم بر جای خویش است. به خدمت خاص کن خرسندیم را، به کس مگذار حاجتمندیم را. چنان دارم که در نابودی و در بود، چنان باشم کزو باشی تو خشنود. فراغم ده ز کار این جهانی، چه افتد کار با تو خود تو دانی. من بیش از کشش تیمار بر من، به قدر زور من نه بار بر من. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی. و میگه فراغت ده از این کار جهانی. یه دعای خیلی زیبایی است، دعای مکارم اخلاق از امام سجاد. چقدر صحیفه سجادیه واقعا بی‌نظیره. و میگه خدایا عرضم به حضور شما که یکی رنج کسب معاش را از من بردار، و از جایی که گمان نمی کنم مرا روزی ده. و داراییم را برکت ده بر آن بیفزای، تا به جای عبادت تو به جستجوی روزی نپردازم و از عواقب آن باری گران
بر خود حمل نکنی، هم چیز خیلی زیباست و اینکه واقعا پس میتونیم ما این دعا رو بکنیم و عرضم به حضور شما دعای قشنگه، چرا که نه. فراغم ده ز کار این جهانی، چه افتاد کار با تو خود تو دانی. و خلاصه مولانا هم میگه که کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. و البته واقعیت اینه که اون کاری که در واقع شما احساس خوبی بهش دارید که و یه جورای انقال اون وظیفه‌ای که خدا بر دوش شما گذاشته و زن که هر طالب به مقصودی به مقصودی سزاست و این طلب در تو گروگان خداست. اگه شما مثلا نقاش هستید و دوست دارید که نقاشی بکنید، یه جورایی خدا این وظیفه رو تو شما گذاشته، این کار رو براتون زیبا کرده تا اینکه این کار رو انجام بدید. اگه چه میدونم مکانیک ماشین انجام میدید، چون درس فیزیک میخونید، هر چیزی میخونید، کار چه میدونم بیزینسی انجام میدید. یعنی میخوام بگم که اینجور فکر نکنید که در واقع خیلی بی ربطه. کما اینکه الکاسب و حبیب الله، میگه کسی که کاسبی داره حبیب خداست. و واقعا حالا من خودم وقتی که وارد مثلا دنیای کسب و کار شدم، خدا رو تازه خیلی واضح تر مثلا دیدم. وقتی که میشینی گوشه خونه مثلا عبادت کنی اینا، اون که آخه سلوک داری به حرکت، تو اگه در حرکت نکنی اصلا چه فایده داره؟ اصلا نیستی تو بازی. و در نتیجه نکته اینه که همه اون نیتمون باید ببینید چیه و دستان خداوند رو شما وقتی میبینید که توی کاسبی باشید، توی کسب و کارتون باشید، توی اون چیزی که علاقه بهش پیدا کردید و به رسیدن به اون چیزی که حالا هدف اسمشو میذارید، توی مسیر در واقع باشید. میبینید که این یه نفر اومد سر راه، این اینجوری انجام شد، یوهو مثلا این اینجوری شد. دستای خدا رو اون موقع میبینید اگه دقت کنید. و این قشنگی بازیه. اگه تو خونه بخواد بشینید اینا که خب اون دیگه حرکتی نیست. خلاصه این که میگه فراغت ده، داستانش همینه که بعضی حالا شروع میکنن مثل اون به آباد کردن این جهانیه. داستانی رو در واقع هم مولانا هم تعریف میکنه مثل همون حمومه، مثل سری میان توی تون حموم، اونجایی که آتیش و زغال و اینا بوده، مثلا میرن توی اونجا کار میکنن، هی زغال میبرن و هی سیاهن و حموم رو داغ میکنن. یه دم میرن بالا از این گرمای حموم استفاده میکنن و خلاصه شستشوی به خودشون بود. این میگه که ما رو بذار تو اون بخش بالای حموم، یعنی در واقع نیت فرق این دوتا رو یه جورایی معلومه. فراغم ده ز کار این جهانی، چه افتد کار با تو خود تو دانی. و حالا میگم باز مفهوم های زیبایی که شما از این میفهمید. من بیش از کشش تیمار بر من، به قدر زور من نه بار بر من. اینم که همون دعای زیبایی که بیشتر از حد توانم خدای بر من بده. چراغم راز فیض خیش ده نور، سرم راز آستان خود مکن دور. دل مست مرا هوشیار گردان، ز خواب غفلتم بیدار گردان. چنان خسبان چه آید وقت، چنان خسبان چه آید وقت خوابم، که گر ریزد گلم ماند گلابم. به به. زبانم را چنان ران بر شهادت، که باشد ختم کارم بر سعادت. تنم را در قناعت زنده دل دار، مزاجم را به طاعت معتدل دار. چو حکمی راند خواهی یا قضایی، به تسلیم آفرین در من رضایی. به به. دماغ دردمندم را دوا کن، دواش از خاک پای مصطفی کن. اینجا هم چیز زیبایی راجع به پیامبر میگه که محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
سر و سرهنگ میدان وفا را، سپه سالار و سرخیلم بیارا. مرقع برکش نرماده ای چند، شفاعت خواه و کار افتاده ای چند. مرقع برکش نرماده ای فکر می‌کنم منظورش همون براقه، در واقع توی اون شب معراج که پیامبر صبری یک چیزی میشه نرماده، در واقع اون براق، اون مرکبش که در واقع میره به معراج و اونجا شفاعت میکنه از امتش که خدای امت من باشه. ریاحین ریاحین به امیدوارم حالا درست گفته باشم من چیزی که به نظرم رسید گفتم. ریاحین بخش باغ صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. یتیمان را نوازش در نسیمش، از آن جا نام شد در یتیمش. به معنی کیمیای خاک آدم، به صورت توتیای چشم عالم. سرای شرع را چون 4 حد بست، بنا بر 4 دیوار ابد بست. ز شرع خود نبوت را نوی داد، خرد را در پناهش پیروی داد. اساس شرع او ختم جهان است، شریعتها بدو منسوخ از آن است. جوانمردی رحیم و تند چون شیر، زبانش گه کلید و گاه شمشیر. ایازی خاص و از خاصان گزیده، ز مسعودی به محمودی رسیده. خدایش تیغ نصرت داده در چنگ، کز آهن نقش داند بست بر سنگ. به معجز بدگمانان را خجل کرد، جهانی سنگ دل را تنگ دل کرد. چو گل بر آبروی دوستان شاد، چو سرو از آب خورد عالم آزاد. فلک را داد سروش سبزه پوشی، امامش باد را عنبر فروشی. زده در موکب سلطان سوارش، به نوبت 5 نوبت 4 یارش. سریر عرش را نعلین او تاج، امین وحی و صاحب سر معراج. ز شاهی برده مهدی را به انجم، ز خاکی کرده دیوی را به مردم. و حالا خیلی جالبه اینکه در واقع میگن حالا الانم نیمه شعبان و اینا بود و میگن امام زمان، میگن که امام زمان توی یه چاهیه. این یه چیز معنویه، یعنی مثلا بعد حالا میگن آقا کجاست، مثلا میگن آقا چاه جمع کردن مثلا امام زمان، ولی در واقع این یه مفهوم معنوی اصیله در واقع توی این شعر و توی در واقع مفهوم‌های عرفانی. چاه و این که میگن حضرت علی به چاه در واقع مثلا سر دلشو میگفته و حالا میگن که توی کوفه مثلا اون یه چاهی بوده که اونجا مثلا تو چاه گفت. ولی خلاصه این یه ذره ساده انگاریه که بخوایم اینقدر ساده این مفهومشو بفهمیم. چاه و حالا اون که میگن آب حیوان، آب حیاتی که خضر از اون میخوره، در واقع یه جای تاریکی بوده، مثلا یه جای تاریک حالا توی چاه بوده. نکته اینه که چاه در واقع و همین حضرت یوسف که میگن توی چاه بوده، در واقع اینی که در واقع میگه یوسف حسنی و این عالم چو چاه، بین رسن صبر است بر امر الله. در واقع معانی زیادی داره و اینکه چاه در واقع حالا یکیش اینه که اون مستوری و اینایی که در واقع پنهان بودنشه، که در واقع حضرت مهدی در واقع در چاه، در واقع یعنی یه جورایی پنهانه از ما. مهدی هم میگم حالا سنی و شیعه نداره، همه به مهدی به عنوان به معنی هدایتگر اعتقاد دارن در همه ادیان و اینا. و این که میگن تو چاه در واقع اینه. و خود چاه باز حضرت علی که میگن با چاه مثلا در واقع نظر اون اسرارش رو میگفته، چون که محرم این راز کمیاب است بس، چون علی با راز خود را با چاه گویم. این مولانا میگه. در واقع اون اصحاب خیلی خاص و ویژه حضرت علی بودن، مثلا مثل کومیل که با حضرت علی با اون میرفته در واقع اون اسرار رو میگفته.
و ارزم به حضور شما چیزی که حالا یه درجه از معنیشی که میفهمید، هزار تا معنی بالاتر هم قطعا. خلاصه میگه ز چاهی برده مهدی را به انجم. و حالا یه مفهوم باز ساده ترش شاید همینه که میگه از هدایت رو در واقع از اون پنهان بودن به انجم و جایی که همه آشکار میکنه هدایت رو پیامبر میگن. ز چاهی برده مهدی را به انجم، ز خاکی کرده دیوی را، ز خاکی کرده دیوی را به مردم. دومیشو نمیدونم. خلیل از خیل تا شان سپاهش، کلیم از چاوشان بارگاهش، به رنج و راحتش در کوه و غاری، حرم ماری و محرم سوسماری. گهی دندان به دندان سنگ داده، گهی لب بر سنگی نهاده. لب و دندان شزان در سنگ زد چنگ، که دارد لعل و گوهر جای در سنگ. در واقع اینم داره اشاره میکنه به جنگ احد که خیلی خوب ماجرا پیچیده میشه و اینا و خیلی سخت میشه در واقع برای مسلمان ها اینا. و یکی از اون کافرها و اینا یه سنگی رو پرت میکنه و در واقع به دندان پیامبر، که جبرئیل میاد میگه که اگر الان میخوای نفرین کنی اینا رو، من همه اینا رو نابود میکنم. و پیامبر میگه که نه، من دعا میکنم که در واقع ببینم که فرزندان اینا دارن تو رو عبادت میکنن ای خدا. و حالا داستانهای زیادی راجع به این در واقع دندان پیامبر و اینا که در واقع این چیزی که پیش میاد. و یکیش هم همین که این اویس قرنی، که خود اون اویس هم اصلا داستانش خیلی زیباست. اویس قرنی که اصلا باید بخونید دیگه، که اونم دندانش اونجا میشکنه. که اویس قرنی اصلا یه چیز انسان عجیبی بوده و در واقع یه مادری داشته اویس قرنی که از مادرش در واقع نگهداری و اینا میکرده و خیلی عاشق این بوده که پیامبر رو ببینه. خیلی اصلا با پیامبر یه رابطه در واقع معنوی داشته، هیچ وقت پیامبر نمیبینه. یه روز از مادرش اجازه میگیره حالا و میگه که مادر مثلا من میرم و قول میدم که تا این زمان برگردم و مثلا پیامبر رو در واقع ببینه. و میره به مدینه و میگن که پیامبر بیرونه، از شهر رفته بیرون به خاطر حالا جنگ و اینایی که بوده. و اویس میبینه که من باید برگردم، قول دادم. برمیگرده و وقتی که پیامبر به مدینه میرسه میگه که انی اشم رائحة الحبیب من جانب الیمن. میگه من از سمت یمن بوی دوستم رو میشنوم. و بهش میگن که آره یه همچی شخصی اومد. حالا ظاهرا خیلی شخص خاصی نمیومد ولی این بوده. و خیلی داستان حالا توی تذکرة الاولیا ایشالله حتما یه بار اینو میخونیم، داستان اویس قرنی. خلاصه این داستان دندانی که میگه اینه، میگه که چون گوهر مثلا چه من الماس و گوهر اینا رو توی سنگ پیدا میکنه، میگه که به خاطر این اون سنگ خورد که گوهره در واقع اونجاش. و در واقع واسه تعریف اینجوری بکنه: سر دندان کنش را زیر چنبر، فلک دندان کنان آورد در بردر. و یه اصحاب فیل، حالا یه سوره فیل هستش که میگه و جعلهم کعصف مأکول. در واقع که عصف مأکول یعنی برگ جویده شده، در واقع با دندانه چیز شده. حالا میگه فلک مثل دندان چیز. خلاصه خیلی اشاره های زیبایی داره. میگه سر دندان کنش را زیر چنبر، فلک دندان کنان آورده بر در. و سر در خواب و دل در استقامت، زبانش امتی گو تا قیامت. اینه که میگن در واقع پیامبر وقتی وارد قیامت میشه میگه امتی. و امت خودش رو صدا میزنه و از خدا میخواد که اون در واقع اونها رو ببخشه. و در واقع پیامبر
عاشق انسان ها بوده دیگه، عاشق ماها بوده، در واقع این رنج و سختی رو به جان میخره و میخوایم شارژ در واقع این رنج و سختی رو میخره و چی میگن، میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. میگه پیامبر که در واقع توی جایگاهی بوده که حتی فرشتگان اونجا میگفت آقا شما نیاید، در واقع با خدای خودش، حالا خدا بهش میگه که برو با یکی مثل ابو جهل و ابو لهب و اینا مثلا برو اینا رو بیار خلاصه پیشم. و خدا به پیامبر میگه که لعلک باخ اون نفس که ان لا تؤمنون به هذا الحدیث اسف. میگه از ناراحتی که اینا به سمت من نمیان تو داری جون خودتو به خطر میندازی. و نکته اینه که وقتی اون لذتی رو که اون در واقع میچشیده، ما خودمون همه مثلا یه چیزی اطلاع داریم، هی میخوایم آقا به اون بگیم آقا بیا مثلا اینو گوش بده، مثلا بیا این ویدیو رو مثلا ببین. واسه برامون اینکه برامون جالب بوده مثلا اون لذتی که دیدیم و دوست داشتیم اونو ببریم. حالا ببین پیامبر توی اون درجه خودش در واقع چه لذتی میبرده و دوست داشته که همه این لذت رو ببرن و به دنبال این بوده که در واقع اون عشق الهی رو توی اون دلها به یاد اون آدما بندازه. نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان انداز. خلاصه میگه بصر در خواب و دل در استقامت، زبانش امتی گو تا قیامت. من آن تشنه لب غمناک اویم، که او آب من و من خاک اویم. به خدمت کردم بسیار تقصیر، چه تدبیر ای نبی الله، چه تدبیر کنم درخواستی زان روضه پاک، که یک خواهش کنی در کار این خاک. برآری دست از آن برد یمانی، نمایی دست برد آنگه که دانی. که الهی بر نظامی کار بگشای. حالا اینو ما برای خودمون میخوام، الهی بر ما و شما، نه هر کس برای خودش. الهی بر نظامی کار بگشای، ز نفس کافرش زنار بگشای. دلش در مخزن آسایش آور، بر آن بخشودنی بخشایش آور. اگرچه جرم او کوه گران است، تو را دریای رحمت بیکران است. بیامرزش روان آمرزی آخر، خدای رایگان آمرزی آخر. السلام.